салом бинандагони азиз, охирин хабарҳои ҷаҳон ва тоҷикистонро дар барномаи ахбори озодӣ пешниҳод мекунем. имрӯз 2 март аст ва дар ин нашри барнома ман Момин Аҳмадӣ шуморо ҳамроҳӣ мекунам. русия ба бомбаборони шаҳрҳои Украина идома медиҳад. мақомоти рус эълон карданд ки як шаҳри стратегиро гирифтаанд. лимити барқ бидуни огоҳӣ. бархе сокинон дар тоҷикистон аз қатъи интиқоли нерӯи барқ ба хонаҳояшон шикоят мекунанд. шав пеши пота набини торик назанда ягон чи қиритока фонари ки чи мегири мегардӣ. як моҳи боздошти шоҳида Маҳмадҷонова ки аз номи модари блогер гурӯҳи 24-ро таблиғ кардааст. дар Украина 7 рӯз боз ҷанг идома дорад. дар ҳамлаҳои низомиёни рус дар хоки Украина биноҳои зиёде валангор ва мардумони оддӣ ҳам кушта шуданд. шаби 1 ба 2 март ҳамлаҳо авҷ гирифтанд ва дар Украина як пойгоҳи низомӣ ва бемористони ҳарбӣ осеб диданду хонаҳои истиқоматӣ оташ гирифтанд. дар Украина чӣ мегузарад? ҳамкорам Каюмарсиятто гузориш медиҳад. خدمات حالتهای اضطراری اوکراین خبر داد که بر اثر حمله‌های هوایی نظامیان روسیه در ولایت خارکوف که صبح 2 مارت صورت گرفت، بناهای ریاست کارهای داخلی و دانشگاه ملی آتش گرفتند. خانه‌های مردم عادی نیز مورد ضربه هوایی قرار گرفتند. به اطلاع مقامات در یک شبانه روز اخیر در پی ترکش و حمله‌ها در خارکوف 21 نفر کشته شده، بیش از 100 کس جراحت برداشتند. ساکنان اوکراین میگویند 2 روز اخیر حمله های موشکی و تیرپرانی ها نه تنها شبانه بلکه روزانه هم ادامه می کند. حالا هر ساعت برای اوکراینی ها برابر به یک روز و هر روز برابر به یک سال است. این بسیار دردناک است. آدمان مجبور شدند خانه هایشان و همه داراییشان را پرتافته جان خود و نزدیکانشان را نجات دهند. وزارت دفاع روسیه ادعا دارد که نیروهای شهر خرسون را تحت نظارت گرفتند. مقامات روسیه همان ادعا دارند که این جنگ نه بلکه یک عملیات نظامی در اوکراین است. به خاطر پیشگیری از حمله‌های اطلاعاتی ضد روسیه به مرکزهای تکنولوژی خدمات امنیتی اوکراین و مرکز اساسی عملیات روانی در کیف حمله‌های دقیق صورت گرفت. در این حمله خانه‌های استقامتی ضرر ندیدند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در سخنرانی سالانه خود در کنگره اول به موضوع وضع در اوکراین توجه کرد و حمله روسیه را به اوکراین محکوم نمود و گفت که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین پاداش این عملش را خواهد گرفت. او فکر کرد که غرب و ناتو پاسخ نمیدهند. او فکر کرد که میتواند ما را در همین جا، در همین خانه و تالار از هم جدا میکند. او فکر کرد میتواند اروپا را نیز از هم جدا کند، ولی پوتین اشتباه کرد. پرزیدنت آمریکا از کنگره خواست که تقریباً 6.5 میلیارد دلار دیگر برای اوکراین جدا کند. روسیه روز 24 فوریه امسال از زمین، هوا و بحر به اوکراین حمله کرد. از 7 روز به این طرف جنگ‌های شدید در منطقه‌های گوناگون اوکراین ادامه دارند. جانب اوکراین میگوید در این حمله صدها نفر از جمله کودکان جان باختند. روسیه تاکنون به طور رسمی شماره سربازان کشته شده خود را اعلان نکرده است. ده‌ها مهاجر تاجیک امکان یافتند که از ترس جنگ از اوکراین به کشورهای اروپایی فرار کنند. هنوز صدها تاجیک دیگر در این کشور قرار دارند و روز و شب خود را با ترس از حمله‌های روسیه در پناهگاه‌های زیرزمینی می‌گذرانند. صفوت برهانوف ژورنالیستی تاجیک با خانواده‌اش در شهر ادیسای اوکراین زندگی می‌کنند. در گفتگوی پیش از برنامه اول از او درباره وضع ادیسا پرسیدیم. در ما بمب پرتافته ایستادن بالای شهر ما. سیرین پیشکی ما خبر میکنند در اینجا همین армияи Украин, мо ба армияи Украин бовар додем. Ҳамин мардум ҳама ба армия такя карда истодааст, ба ҳамин армияи Украин, мо ба ҳамин сарбозои Украин ҳарчи тавонамай ба ино ёрдам карда истодем. имрӯз дар инҷа баъде ки Путин бомбаҳои партов, Путин як хатои стратегӣ кард, як кори бисёр бад кард ки ҳамин бомбаҳо шуда болои мардум ки партовд,
این مردم دیدن که بمب بالای خونه افتاده توی روس و اوکراین جدا نمیکنه، چون این مردم همدل شدن، متحد شدن که اینو باور کردن نمیتونی. پوتین گمان میکرد که رنگ دونباس آدم ها گلو گلدسته میبرون، اگر این بمب هاش نمی پرتافت شاید که در جا جا مردم به گلو گلدسته میبرون. یکی دیگه نمیبرو این مردم فهمید که بمب بالای خونه که غلطی توی جلو نمیکند اوکراینی، همه برای خودش فرزندش علاقه در پالوی ارمی اوکراین ایستادن. حاضر زن و مرد و پیر و برنوی و همه ارمی اوکراین. تشکر. صفوت برهانوف، روزنامه‌نگاری تاجیک از شهر ادیسه اوکراین با ما صحبت میکرد. از بازداشت شاهده محمد جانو و مادر بلاگر شیرزاد محمد جانوف یک ماه گذشت. نزدیکانش میگویند در این مدت نتوانستند با او ملاقات کنند. مقامات نیز پس از اعلامیه اول دیگر چیزی درباره این بازداشت پخش نکردند. شیرزاد محمد جانوف یا عبدالرحمن 09 ادعا دارد که تنها با شرطی به تاجیکستان برگشتن و عذر پرسیدن از حکومت مادرش را رها میکنند. مولا رجب یوسفی در این باره گزارش تهیه کرده است. ما از حقیقت احوال او یگان خبر نداریم. چنین میگویند نزدیکان شاهده محمد جانو که از روز 3 فوریه به این سو در بازداشتگاه به سر میبرد. ایدیما محمد جانو و مادر شاهده روز 2 مارس به رادیوی آزادی گفت همه روزه برای دخترش به بازداشتگاه موقت خوراک میبرد. وی افزود با وجود وعده وزارت کارهای داخلی در بابت ملاقات، او تا حال دخترش را ندیده است. در گذشته تنها پس از 5 روز ناپدید شدن شاهده محمد جانو و مقامات گفته بودند که او را با گمان همکاری با سازمان‌های ممنوع بازداشت کردند. ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه و بی‌جزایی میگوید با درخواست مادرش برای شاهده محمد جانو و وکیل مدافع جدا کردند. نجیبه شیرینبک و یک مسئول ائتلاف روز 2 مارس به رادیوی آزادی گفت در این یک ماه ادوکت آنها چند بار با شاهده محمد جانو ملاقات داشته است. به گفته او محمد جانو از وضع خود یگان شکایت نکرده است. یک منبع آگاه از تفتیشات گفت دلیل اساسی مفتشان علیه شاهده محمد جانو 45 ساله یک صفحه فیسبوکی است که در آن گویا مواد مربوط به گروه 24 تبلیغ شده است، ولی نزدیکان شاهده گفت که تلفن او 2 ماه در دست کارمندان پلیس شهر وحدت بود. سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع گروه 24 نیز اعلان داشته است که شاهده محمد جانو با این سازمان هیچ گونه همکاری نداشت. شاهده محمد جانو مادر بلاگر شیرزاد محمد جانوف یا عبدالرحمن 09 است. این بلاگر مقیم آلمان بارها از عملکرد مقامات در مسئله ستر و حجاب انتقاد کرده است. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند شاهده محمد جانو به خاطر تنقیدهای پسرش دستگیر شده است، هرچند مقامات این را رد کردند. شیرزاد محمد جانوف ادعا دارد که شرطهای آزادی مادرش را پیش گذاشتند. پس از بازداشت مادرم تقریبا 5-7 روز گذشته بود که به ما یک چند شرطها را پیشنهاد کردند و گفتند که یگانه کسی که مادر تو را نجات داده میتواند این خود تو هستی. برای نجات مادر من باید با جمهوری تاجیکستان بر بگردم. این یکی از شرط ها بود و دویم شرط این بود که باید از حکومت جمهوری تاجیکستان بخشش بپرسم. تصدیق درستی گفته های شیرزاد محمد جانوف مشکل است. مقامات در این زمینه هیچ شرحی نمیدهند، ولی بازداشت شدن شاهده محمد جانو یک تنقید را ورد زبان ها کرد که مقامات تاجیک از خانواده های مخالفین یا ناراضیان به حیث ابزار فشار استفاده میکنند. مقامات در گذشته این گونه تنقیدها را رد کردند. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه. برمیگردیم به موضوع جنگ روسیه با اوکراین. این جنگ برخی کاربران تاجیک را در شبکه‌های اجتماعی دو تقسیم کرده است. برخی از عملکردهای روسیه حمایت میکنند و برخی دیگر آن را محکوم میکنند. همکاران هم در برنامه گپی آزاد با جلب کارشناسان این موضوع را بحث کردند که حالا پارچه‌ای از آن را با هم میبینیم. این حادثه دو پهلو دارد، یکی پهلوی سیاسی و ژئوپلیتیکی و دیگرش پهلوی انسانی و حقوق بشری. در حال حاضر اگر از نگاه حقوق بشری به موضوع نگاه کنیم، این است که اوکراین
مظلوم است. مردم اوکراین مردم مظلوم هستند که نزدیک به 5 روز 6 روز میشد که زیر حمله، زیر جنگ، زیر دهشت و وحشتی که در سرزمین ها آفریده شده است میسوزند. جناب سیف الله سفرов نظر شما در این باره چی است؟ من فکر میکنم که در اینجا منفعت های ژئوپلیتیکی البته دولت های اروپایی و امریکا خیلی زیاد به مشاهده میرسند، لیکن در اصل خلق روس و اوکراین یک خلق هستند و پایتخت اولین روسیه هم کیف بود و این رو تمام دنیا میدوند. از این سبب جنگ بین اینها با خواهش خود آنها با وجود نآمده است. آیا عملکرد روسیه به معنای پایمال کردن استقلالیت و تمامیت ارضی اوکراین نیست؟ نه، چون که دو ولایت لوگانسک و دونتسک که در آنجا روس‌ها اساساً زندگی میکنند، البته اوکراین هم هستند، اونها زیر فشار دائمی، زیر تیغ‌پرانی بودند، خانه‌های اونها ویران بود، لیکن در جامعه جهانی یگان چیز نشان ندادند تا دیروز. عین چون این رفتار با تاجیکستان صورت بگیرد آن را چه قبول میکنید؟ نخست جناب سیف الله سفر میخواستم نظر شما را پرسم. با تاجیکستان چنین صورت گرفتنش امکان ندارد. هر کشوری که به تاجیکستان تجاوز میکند از جانب شهروندان تاجیکستان همچون تجاوزگر شناخته میشود. به نظر شما چرا حکومت تاجیکستان در این باره خاموشی را اختیار کرده است؟ چون که این بهترین موقع در شرایطی به عمل آمده است. بیننده عزیز، برنامه گپی آزاد را روز یکشنبه در وبسایت رادیو آزادی و صفحه‌های ما در فیسبوک، اینستاگرام و همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. هر روز ده ها نفر به ما می نویسند که در محل زیستشان دسترسی به نیروی برق قطع شده است. مقامات تاجیک هیچ اعلانی درباره جاری شدن لیمیت یا رجای انتقال نیروی برق اعلان نکردند، ولی در یک هفته اخیر ساکنان از وجود لیمیت خبر می دهند. همکارم براد یوسفی و علیشیر ظریفی این موضوع را پیگیری کردند و این گزارش را آماده نمودند. اکثر منطقه‌های تاجیکستان در چند روز پیش‌روی بهار با محدودیت برق روبرو شدند. ساکنان از همه مناطق کشور شکایت دارند که بیشتری شبانه روز برق را خاموش می‌کنند و امکان پیش بردن کاری مربوط با برق را ندارند. ساعت‌های 2:20 2:10 میکشند. با این روزانه کشته سیان. خیلی همین سویتور کشته سیان آخه. در روشی نمیخلی کیسیان. این یک کار میگیم بکنیم ما در اختار ابریسکه کنند یک کار کنند هیچ کار نمیشه کدا. ساکنان شکوه دارند که برق را به آگاهی خاموش میکنند و به آگاهی در میگیرانند. به قول آنها این هم خطرناک است و هم مانع کارشون شده است. ساکنان طلب دارند که باید مقامات برق تاجیک وضعیت را شرح داده بعداً به خاموش کردن برق اقدام کنند. شاو پیش پوتانه بینی طوری نزنده یگون چقیری تو که فنری که چی میگیری میگردی. زمستون سوز بود، سوید بود پسانی. پرسید که اچیرم نیستون لات اینسترومنت میشکنه چی وارد کردن در کره شهر نیست که اجما بگیرم استخونه شهر برام ایجا برام راست خود کرده. هم باشه او چوچک پرامو سوار کرد سایدینی نکنی 220 کورما میکنم خو. هر خوشو خام پول برق میتونم کو. مقامات شرکت برق تاجیک جاری شدن محدودیت برق در منطقه‌های کشور را رد میکنند و وضعیت را شرح نمیدهند. برخی از صاحب نظران تخمین میزنند که محدودیت غیر رسمی انتقال برق در منطقه ها مربوط به کمشوی ذخیره آب در آبانبارهای کشور از جمله آبانبار نورک است. رئیس شرکت برق تاجیک نیز در نشست خبری خود در ماه فوریه خبر داده بود که حجم واردشوی آب به آبانبار نورک کم شده ایستاده است، اما برای تامین به محدودیت برق به ساکنان کافی است. پارلمان اروپا روز 1 مارس دعوت کرد که به اوکراین موقع دولت نامزد به شامل شدن در اتحاد اروپا داده شود. با این وجود پارلمان گفت باید همه طلبات رعایت شود. اینجا با پایان برنامه اخباری آزادی رسیدیم. سپاس که با ما بودید. اخباری بیشتر از این رو در سامانه آزادی.org، صفحه های رادیو آزادی در اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب پیدا کنید.